بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، اولین نهی در کتاب الله تعالی این شرک است. شرک ضد توحید است. درس گذشته که از فضیلت‌های توحید را بیان کرده گفتیم که اولین امر در قرآن کریم امر به توحید است. درس امروزه در خصوص اولین نهی است. اولین منع، اولین عملی که الله تعالی از آن بندگانش را منع کرده است این شرک است. در سوره بقره آیت 22 الله سبحانه و تعالی می فرماید: الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. پروردگار شما الله سبحانه و تعالی زمین را برای شما هموار گردانید و آسمان را برای شما همچون بنا قرار داد و از آسمان برای شما آب نازل کرد و به وسیله آن آب برای شما از زمین میوه های گوناگون را همچون رزق به وجود آورد. پس به الله تعالی کسی و یا چیزی را شریک قرار ندهید و حال که شما میدانید که الله تعالی یک و یگانه است. در اینجا آسمان ها و زمین ها را مخصوصا ذکر کرد، چون یکی از مخلوقات های بزرگی که علل خصوص به انسانیت نزدیکتر است این زمین است و یکی از مخلوقات های بزرگی که انسان با چشم سر می بیند این آسمان است. رزق و روزی بنده ها وابسته به زمین و آسمان است. حتی رنگ گرفتن و طعم گرفتن میوه ها وابسته به آفتاب و ماهتاب است. بنابراین پروردگار انسانها را یادآوری به این عملهای بزرگ خود میکند که آن پروردگاری که چطوری که در آیت 21 گفت انسانها را آفرید و آنهایی که پیش از شما گفت زندگی کردن آنها را آفرید، اینچنین زمین و آسمان ها را آفرید و اینقدر مخلوقات بزرگ را آفرید. مادامی که همه این عمل ها را او خود تنها کرده باشد، بی یاری کسی، بی کمکی کسی، بی مصلحتی کسی، او مادامی که در این عمل ها یک و یگانه باشد، پس شما در عبادت نیز به الله تعالی کسی را شریک نآورید. ابن القیم رحمت الله علیه در بدائع الفوائد گفتند که و هذه طریقة القرآن يستدل بتوحید الربوبیة على توحید الالوهیه. گفتند این توحید ربوبیت یعنی آفرینش زمین و آسمان ها و آفتاب و ماهتاب و ستارگان، اینا توحید ربوبیت است. این طریقه قرآن است که با توحید ربوبیت به توحید الوهیت دلیل می آورد. یعنی آن ذاتی که این قدر مخلوقات را تنها خود آفریده باشد، پس در عبادت نیز او تنها خود سزاوار است. باید کسی و یا چیزی را در عبادت الله تعالی شریک آورده نشود. ابن کثیر رحمت الله علیه در تأیید این قول در تفسیر القرآن العظیم گفتند که الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. خالقی که این مخلوقات بزرگ را آفریده است از قبیل آسمان ها و زمین ها و آفتاب و ماهتاب و ستارگان و شب و روز، او هست سزاوار عبادت. امام ذهبی رحمت الله علیه شرک را چنین بیان کردند که اینکه به الله تعالی کسی و یا چیزی را شریک آوری حالا که تو را الله تعالی آفریده است. این را پیشتر پیغمبر علیه السلام گفته بودند، چون در صحیح بخاری و در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما آمده است که
حضرت گفتند که پرسیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، گفتم یا رسول الله ای الذنب اعظم عند الله، یا رسول الله کدام از گناه ها در پیشگاه پروردگار بزرگ است؟ گفتند ان تجعل لله ندا وهو خلقك، اینکه به الله تعالی کسی و یا چیزی را شریک آوری حالان که تو را الله تعالی آفریده است. شرک در شریعت صرف کردن بنده چیزی از انواع عبادات به غیر الله تعالی است، خواه به صنم، خواه به بت و هیکل ها، خواه به درخت ها، خواه به سنگ های و غار ها، خواه به انسان ها، خواه به جن ها، خواه به قبر ها، و به کسی نباشد جز الله تعالی. اگر یک نوع عبادت را کسی صرف کند او در حقیقت به الله تعالی شریک آورده است. دعا، ذبح، نظر، قسم، نماز، یاری، ترس، امید، توکل، اینا همه عبادت هستند. کسی از اینها را اگر به غیر الله تعالی صرف کند در حقیقت به الله سبحانه و تعالی و شریک آورده است. مقصود ما در این درس بیان شرک نیست، در خصوص شرک که او بحثی دور و دراز است، انشاءالله در درس های آینده صحبت میکنیم. ولی مقصود ما در اینجا فضیلت توحید است. شرک که مقابل توحید است، توحید یگانه پرستیدن الله سبحانه و تعالی باشد. شرک در مقابل عبادت الله تعالی کسی و یا چیزی را همراهی الله تعالی عبادت کردن است. از همه بزرگترین گناه این شریک آوردن به الله تعالی است. مقصود اساسی در این درس این است که ببینید که پروردگار ما را از بسیار عملهایی که برای عقل ما و برای قلب ما و برای بدن ما و برای آبروی ما و برای مال ما ضرر دارد ما را از آن عملها منع کرده است. لیکن وقتی که قرآن را می‌گشایید اولین منع پروردگاری که روبرو میشوید این در همین آیت 22 سوره بقره که پروردگار فلا تجعلوا لله اندادا، با الله تعالی شریک ها پیدا نکنید، شریک ها قرار ندهید. گفته ما شما را از شرک منع کرد که این دلالت به بزرگی توحید میکند و به خطر شرک دلالت میکند. پس باید ما بسیارتر در موضوع توحید بدانیم و بسیارتر در احکام شرک و در انواع شرک علم بگیریم تا اینکه از این شبکه و از این عمل زشت و خطرناک در امنیت باشیم. والله سبحانه و تعالی اعلم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.